اگه نصف شب سوار اسنپ شدی نمیصرف ولی حس خوبی به راننده نداشتی، خونسرد باش. Herkese salam. به آینه ماشین نگاه کن. اگه انعکاس راننده رو داخلش ندیدی باید کارایی که میگم انجام بدی. اصلا نباید باهاش صحبت کنی، اون سعی میکنه سر بحث رو باهات باز کنه. اگه ازت پرسید عجله که نداری، فکر نکن، جوابش رو نده و فقط سر تکون بده. با گوشی مسیر حرکت رو دنبال کن. اگه وارد مسیری شد که روی نقشه وجود نداشت واکنشی نشون نده و طوری رفتار کن انگار متوجه نشدی. به هیچ وجه بیرون از ماشین رو نگاه نکن. اونایی که تو خیابون ایستادن آبرای معمولی نیستن. وقتی راننده جایی توقف کرد که شبیه خونت بود عجله نکن و زود پیاده نشو. اگه دیدی یکی شبیه خودت نزدیک پنجره شد و شیشه رو زد بهش توجه نکن. ترسیدی؟ نه ترس. فقط چشمات رو ببند و بلند بگو اینجا خونه من نیست. وقتی چشمات رو باز کنی ماشین خودش حرکت میکنه تا عجیبه. به مقصد برسونتت، ولی یادت نره وانمود کنی چیزی ندیدی و اونجا اتفاقی نیفتاده. دنبال کن.